دو تا جوانی که با عشق و علاقه و محبت با هم دیگر ازدواج کردن، شریک زندگی هم دیگر هستن، روح و روان هم دیگر آرامش میدن، نیم ایمان هم دیگر هستن، تسکین کننده روح و روان هم دیگر هستن، کی میخواه همین دختر که می شوهرش بره به اصطلاح به ایران بره، به پاکستان بره، یا به این مرزها بره، در به در و خاک به سر به دریا غرق بشه، به مرز بره، عرق بریزانه، توهین بشه، تحقیر بشه، کار میکنه که والله بیا به من مهریه بیاره. 90% دخترها در اینجا ملامت نیستن. ملامتی به عهده پدر است، به عهده مادر است، به عهده برادر است. دیگرایی هستن که خود در من حیث دلسوز فکر میکنن که والا ما دلسوزی. با دختر تو خود نمیفهمی، میگه بینی مار نبر، بگذار حداقل در شب عروسی 1000 نفر بیان نان بخورن و ما یک آبرو به عزت تیار شد. شما اگر دختر دوست دارید میخواید به آبرو عزت جور کنید، از جیب خودتون با مصرف کنید. چرا از جیب دیگران مصرف کنید؟ این دختر نمیخواد شوهرش بدبخت بشه، در به در بشه، خاک به سر بشه، توهین بشه، تحقیر بشه. خیلی دامادایی بودن بدبختا رفتن دیگه بر نگشتن، به دریا غرق شدن، به مرز از بین رفتن، زیر دیوار شدن به خاطر پیدا کردن همین مهریه.